سلام عزیزای دل، ما آمدیم با یک چالش. نه چالش نیست. چالش نه؟ نه. با تو توضیح بدی؟ نگاه این دفعه آمدیم با یک چیز خیلی متفاوت و خاص. یک چیزی که خیلی کم گیر میاد مشهد و ای که گفتیم ببینیم که بچه ها درخواست کرده بودن تو اینستاگرام آقا رولا که میوه های استوایی را تست کنیم ببینیم چی جوریه. آره. و دمو بگین مزهش. و ما آمدیم توی برنامه دشمو 2 تا میوه استوایی را تست کنیم. این میوه استوایی یک توضیح میدیده بیننده؟ میوه استوایی میوه که در فقط قسمت‌های هند و برزیل و اندونزی و قسمت‌هایی که خیلی شرجیه نزدیک خط استوا. ها نزدیک نزدیک خط استوایه اونجا کشت میشه. اینجا نداره. حالا بازم اینا شاید گلخانه ایش بتونه پرورش بده، ولی خود جایی که ما اینا رو گرفتیم سوال کردیم بعد گفتن که نه اینا از اون برمیه. اما اینی دوتا رو گرفتیم. بذار ما باز کنیم میره کم باز کنیم. علف. یه چی جالب چیز اینا. خار داره. پرتقال خاردار. خالدار. با ما همراه باشین که بریم دوتا را تست کنیم. این الان پیشتر در روی پایم خورد یک درد گیرد. یک تیغای خیلی تیزی داره مثل چیزا میوه کاکتوس اگه کس خورده باشه. ما بیابان رفته بودم تست کردم. میوه کاکتوس هم یک مزه ملس داره. این یکی هم حالا خار داره داخلش ببینیم چه جوریه دیگه. آره. این چی بود رسید اطلاعات رو بخونم. اسم میوه کیوانو یا خربوزه شاخدار. خب یک نام دیگه داره ملانو. پوست نارنجی رنگ با تیغ‌های کوچک که داخلش ژله سبز است. طعمش ترکیبی از موز و خیار و لیمو. خواصش گفته که آبرسانی بالا، حدود 90% آب داره، برای هیدرات نگه داشتن بدن خیلی خوبه. آنتی اکسیدان قوی، سرشار از ویتامین A و C که به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنه. آبی منیزیم و پتاسیم برای پتاسیم کجا؟ آبی منیزیم و پتاسیم برای سلامت قلب، تنظیم فشار خون و عملکرد عضلات مفیده. فیبر بالا به بهبود گوارش و کاهش یبوست کمک میکنه. کالری کم برای رژیم های کاهش وزن گزینه خوبه. برای افراد چاقلو این خیلی خوبه، به خاطر که خیلی لاغر کنه. نه تو که یک کم این نصفش بخوری بس. خب بریم میره قیله کنیم ببینیم چی جوریه. بس ما خارش کنده کنم. این خارش. خب بچه‌ها نگاه کنین. داخلش مثل خیاره. بریم مزهش تست کنیم. بریم. از جلو ببینیم. مثل خیار، داناش دانای خیار است ولی یک خورده بزرگتر مثل کدو. خورایش تی لبت نه. این کسا مزه دماغت پر. اصلا مزه نداره یکی. مزه خوگ میده. گفتم مزه چیه؟ یه الان نه مزه موز داره، نه خیار، نه لیمو. هیچ مزه نمیده. بچه همش دروغه. به نظرش پول خوره هدر نده. اینا گیران هم هستن. نه ما فکر باز اینا رو سر مهمانی ها سر دعوتی ها مثلا میل مزه آب میده. بعد یک سوال دیگه نگاه مثل خیار کاقه یا خورده تایش چیز هم هست نه؟ موز هم مزه خیلی کم. حالا اینا اینجوری گفتن دیگه ولی خب خیار کاق شبیه از این. من که دیگه نمیخورم. بعد مزه بود. بریم یکی دیگه تست کنیم. بعد یک چیز دیگه مثلا داونجی باز اینا مصرف پرتقال سیب شیه دیگه. این زیاده اونجی؟ زیاده دیگه. میوه اصلیشن. و باز اونجی سیب و پرتقال زیاده یا کم اونجی؟ پرتقال شاید باشه، سیب ما زیاد ندیدم دو. رفتی؟ نه. بریم بعدی اینا رو. بریم. بریم.
اینه بچه چی خوشگله نه؟ این داخلش ببینید نگاه، داخلش همون چیزی که اول برنامه نشان دادم. یک اسم دیگه هم داره. یک چیز نارنجی مثل چیز زلزلک. یک اسم دیگه هم داره، عروس میوه ها. عروس میوه ها میگه. حالا چون یک خورده حیا داره مپوشن خود کنه به خاطر روی. اینو تست کنیم. آره. خب بذار اینم بخونم. این خاصیت چه بخون؟ میوه کوچک و نارنجی است که در یک پوسته نازک و کاغذی پیچیده شده. طعمی شیرین و کمی ترش دارد. اسمش فیسالیس. فیسالیس یا گلدنبری، کپ گازبری. ویتامین سی بالا، تقویت سیستم ایمنی، تولید کلاژن و مبارزه با عفونت. خیلی خوبه. جلوگیری از آسیب سلولی، پیری زودرس کمک میکنه. اینو دخترها باید زیاد بخورن. آره. پیشنهاد دوست دارن 14 ساله بمونن. برای مفاصل و سلامت عمومی بدن خیلی مفیده. عالی. برای آهن داره. برای چشم‌ها و جلوگیری از کمخونی. خیلی خوبه. بعد مناسب برای افراد دیابت دار، البته با مصرف با توصیه پزشک. خب بریم تست کنیم چجوریه. من که آماده کردم دیگه. ولی رنگش معلومه، خوشمزه معلوم میشه. نه بابا. اینا در مزاج از من نمیخونه. یکی نیه دمنا بگنی میوه مخورین خون. یکی دیگه هم بخونم شاید دون متل خودش. نیست گرجه نرسیده اوری. نه بابا از گرجه هم بدتره. یک ذره چیزه انگار شیرینه، بعد ترش میشه، بعد تلخ میشه، بعد نمک یک ذره. چجوریه او چیز؟ نه مزه خوبی نداشت. آره. ایش خوشمزه بود. اما مزه شیرین نه. یکی دیگه بخون. ما که مزه نداشت. نه یک بزرگتر بود. یک دانای ریز ریز هم داخلش داره که مزهش به شیرینی، ترشی، نمکی و تلخی میخوره. هیچی میبایه. قدرت خدا. اینجا باید چی بگید؟ تکنولوژی. خوبه که اینا اینجا کش نمیشه بابا. خب باش دیگه مزه نمیده دیگه. نه ولی قدرت خدا نگاه مثلا یک همچین میوهی باید توی ازی فقط قیافه داره. آره. اینا فقط رنگاشون خوبه. اینا رنگشه شاید خوشگله. ولی خب مزه صفر. خیلی بد بود بابا. همین میوه خود مزه ما بهتره. به خدا همجوریه. مخصوصا توی این فصل چی؟ گرجه سبز. گرجه سبز که دیگه معرکه. خب نگاه وقتی مخوری گرجه سبز هم آورده ما رو سپرایز کرده. وقتی مخوری حال تا برنامه بعدی نه این قشنگ مزه شه حس میکنی. نه همین قضیه است که مفهمی واقعا داری ترش مخوری یا شیرین مخوری یا شور مخوری یا تلخ. نمیسازی. 4 تا از این چیزا رو من نیازت بایم کده. 4 تا طعم داره دمنش. بود که میشه میکس میخوری؟ بلدم خورم. از قصد نزدیک میکروفون مخوره که صدا بدیه. دانی بیننده هاش. خلاص دیگه.